این نقب در دهه شیرگاود ناحیه درواز ساخته شده است. اولین نقب در بدخشان به حساب می رود. درازی آن 356 متر را تشکیل داده منطقه را به مرکز تاجیکستان می پیوندد. ساختمان نقب 4 سال پیش به نقشه گرفته شده بود. همین تونل نقب شیرگاود مای مارت 2021 سال شد. کارهای ساختمانیش رو سال کردیم. همین در عرفه انجام نوبیه. روزهای 8 و 9 ایولی سال 2017 باران زیاد و سیل در حدود روستاهای خسته و شیرگاود ناحیه درواز تقریبا 1 کیلومتر راه دوشنبه خارق را بست. ساکنان یک مدت با پیراهن‌های خوفناک کوهی رفت آمد می‌کردند. مقامات بعدی این تصمیم گرفتند که در این راه نقب بنیاد کنند. راه ماشینگرد از طریق شیرگاود در سال 1961 بنیاد شده است. از اینجا تا مرکز درواز 23 کیلومتر راه است. هر تابستان و در فصل گرما مجرای دریای پنج بلند و رفت و آمد در این قطعه مشکل می شود. ساکنان درواز می گویند که با استفاده دادن نقب مشکل 60 ساله آنها حل خواهد شد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه درواز.